کیت های رگولار جدید کیت های ساده‌ای برای جراحی ایمپلنت هستن که این امکان رو به جراح میدن که به سادگی جراحی ایمپلنت رو انجام بده. رنگ دریل ها با پوشش تیتانیوم به رنگ زرد در اومده. امکان مشاهده خطوط دریلینگ رو به راحتی برای جراح فراهم میکنه به صورتی که میشه از عمق 5 میلیمتر برای ایمپلنت‌های کوتاه تا طول 14 میلیمتر رو با این دریل ها انجام داد. بعد از کنار زدن لب از پوینت دریل ها جهت مشخص کردن جایگاه ایمپلنت از توی دریل ها استفاده میشه در صورتی که نیاز به اصلاح مسیر باشه. از ساید کات دریل ها استفاده میشه و ادامه دریلینگ انجام میشه با دریل های سایز بالاتر. نکته مهمی که باید در نظر داشت اینه که وای دایمنشن در این سیستم حدود نیم میلیمتر. بنابراین اگر از استاپر جراح استفاده میکنه باید در نظر بگیره که دقیقاً عمق مورد نظری که روی خطوط دریل مشخصه همون عمق دریل خواهد شد و اگر نیاز به کارگزاری ایمپلنت عمیق‌تر هست باید از استاپر یک سایز بالاتر استفاده بشه تا بتوان ایمپلنت رو عمیق‌تر کار گذاشت. ادامه دریلینگ با سایزهای بالاتر انجام میشه و در صورتی که با استخوان متراکم نیوان یا نیتو سرکار داشته باشیم استفاده از کورتیکال دریل ها در قسمت فوقانی حفره ایمپلنت توصیه میشه.